سلام، خسرو هستم. امروز میخوایم با هم یه استیک خوشمزه درست کنیم همراه با سس قارچ و سبزیجات. مواد اولیه برای درست کردن استیک: یه گوشت استیک ریبای هست، نمک و فلفل و روغن زیتون. دستورهای مختلفی برای درست کردن این استیک هست، ولی بیشتر رستوران‌ها ساده ترین روش ممکن رو استفاده میکنن. فقط با نمک و فلفل و روغن زیتون مرینیتش میکنن. اول نمک و فلفل رو میزنین، بعد روغن زیتون رو اضافه میکنین و با دست خوب ماساژ میدین که روغن زیتون به خورد گوشت بره. همین کار رو برای اون طرفش هم انجام میدین. استیکتون آماده پخته، احتیاج به صبر کردن نداره. 3 سیب زمینی متوسط رو بذارین توی آب قشنگ بپزه. بعد از اینکه پخت پوستش رو بکنید و با چنگال لهش کنید. اگه دوست داشته باشین میتونید با پوست این کار رو انجام بدین. یه قابلمه متوسط بذارین روی گاز، بذارین داغ بشه. سیب زمینی رو با شیر رو بهش اضافه بکنین. شیر و سیب زمینی خوب که با هم مخلوط شد، نمک و فلفل رو بهش اضافه کنید. توی مرحله خامه و کره رو بهش اضافه میکنید. همینطوری مدام باید اینو هم بزنید. اگر که پنیر پارمژان میخواین بهش اضافه کنین، مقدار نمک رو باید کم بکنین، چون پنیر پارمژان خودش شوره. مش پوتیتو یا پوره سیب زمینیتون آماده است. بعد از اینکه پوره سیب زمینی آماده شد، باید سس قارچ رو درست کنیم. یه قابلمه کوچیک که مایتابه میذاریم روی گاز، میذاریم داغ بشه. یکم روغن مایع، روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. سیرمون رو توش خورد میکنیم. یکم که داغ شد و تفت خورد، قارچمون رو که از قبل خورد کردیم بهش اضافه میکنیم. اگه دوست داشته باشین و در دسترستون بود، یه دونه بیف استاک یا عصاره گوشت بهش اضافه کنید. اگر هم که نداشتید، به جاش میتونید یک کم نمک و فلفل اضافه کنید، در حد یه نوک قاشق چایخوری نمک و فلفل. اگه عصاره گوشتتون مثل من از این مکعبیا بود، یه گوشه قابلمه یا مایتاباتون یکم روغن بریزین و بذارین که عصاره گوشتتون اونجا آب بشه، بعد با قارچ مخلوطش کنید. عصاره‌های گوشت و مرغ معمولاً نمک و فلفل و ادویه داخلشون هست. حواستون باشه که موقع اضافه کردن نمک و فلفل اینو در نظر بگیرید. یه قاشق آرد با یه لیوان شیر با هم دیگه کاملا مخلوط میکنیم و به این قابلمه اضافه میکنیم. حواستون باشه که آرد کاملا باید توی شیر حل شده باشه. شیر و آرد که اضافه کردین سریع شروع کنید به هم زدن که آردش نگیره و نبنده. کره رو توی این مرحله بهش اضافه میکنیم. یه مقدارم خامه. اگه دوست داشته باشین میتونید یه مقدار پنیر پارمژان هم توی این مرحله بهش اضافه کنید. خب الان همه موادمون آماده است. دیگه وقتشه که استیک و سبزیجاتمون رو درست کنیم. بذارین ظرفتون داغ بشه. یکم روغن زیتون به ته ظرف اضافه کنید که استیکتون بهش نچسبه. سبزیجات هم هرچی که دوست داشتین و در دسترستون بود بذارین روی گریل و بپزین. شعله گازتون هم روی زیاد نباشه، چون استیکتون و سبزیجاتتون میسوزه. بهتره که بذارینش رو حالت متوسط که خیالتون راحت باشه. به سبزیجاتتون هم یکم روغن زیتون یا روغن مایع یا کره بزنین. نمک و فلفل یا هر ادویه دیگه که دوست دارین هم میتونید بهش اضافه کنید. یه اشتباهی هست که خیلی از آدما میکنن و استیک رو مدام این طرف و اون طرف میکنن. هیچ کدوم از رستوران‌ها و آشپزای حرفه‌ای این کارو نمیکنن. گوشت میذارن روی گاز
وقتی که نصف گوشت پخت گوشت رو برمیگردونن. از کجا میفهمن؟ این قسمت کنارش رو نگاه میکنن، رنگ گوشت عوض میشه. وقتی که به نصف رسید گوشت رو برمیگردونن. زمانی که طول میکشه تا استیکتون بپزه بستگی داره که استیکتون رو چجوری دوست داشته باشین. اگر ریر دوست داشته باشین و توش خونی بین 8 تا 11 دقیقه طول میکشه. اگر که به میدیوم ریر بخواین 9 تا 12 دقیقه، میدیوم 10 تا 13 دقیقه، همینطوری میره بالا. اگه میدیوم ول بخواین 12 تا 15 و اگه خوب بخواین که پخته بشه 15 تا 18 دقیقه. این اندازه‌ای که من گفتم برای استیکی که سایزش 1 اینچ یا 2.5 سانته. اگرم که مطمئن نبودین که استیکتون داخلش پخته است یا نه، میتونید یه چاقو بردارین، اون وسطش رو جاشو برش بزنین و با کمک چاقو یه چنگال نگاه کنید ببینید داخلش پخته است یا هنوز خون داره. خب استیک و سس قارچ و مش پتیتو و سبزیجاتمون آماده است. روشا آماده که امتحان کنه. این اولیش مال تو. این هم چطور بود؟ عالی بود. امیدوارم این غذا رو درست کنین، از خوردنش لذت ببرین. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب بکنین. تا جمعه هفته بعد خداحافظ. خداحافظ. سلام، خسرو هستم. امروز میخوام با هم دیگه استیک چیکار کنم؟ یکی دیگه آورم بفهم یه دونه بدون چربیش. خب این هنوز چربه. بفهم دیگه بدون چربی. این خوبه. امیدوارم این غذا رو درست کنین، از خوردنش لذت ببرین. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب بکنین. خب این مسخره بود. درست بگو.